با ارزش‌ترین چیزی که شما توی بیزنستون دارید مشتریتونه. شما اگه دنیای کالا داشته باشی ولی مشتری وفادار نداشته باشید انگار هیچی نداری. شما به عنوان فروشنده باید ارزیابی که انجام میدید نیاز مشتریتون رو پیدا میکنید. خیلی مهمه که شما خدمات پس از فروش رو درست انجام بدید بهش. دائم پیگیر باشید، باهاش دوست باشید، فقط یک فروشنده نباشه. یک خریدار رفیق بیزنسی شماست. اون نباشه شما هیچی نیست. هر یک خریداری رو که از دست بدید یک طلای با ارزشی رو از دست دادید و به همین راحتی بر نمیگرده. این سالها زمان میبره تا شما یه ارتباطی رو ایجاد کنید، یک دوستی رو ایجاد کنید تا بتونید بهش کالاهاتون رو معرفی کنید، اون اعتماده به وجود بیاد که بتونه ازت بخره، اون خدمات پس از فروشی که بهش این همه مدت دادی درست انجام بشه، فقط حرف نباشه.